سلام، خوبین؟ من شنبول طلام. خیلی خوش اومدین به این ویدیو. این اولین ویدیوی کاناله. احتمالاً اولین سوالی که براتون پیش اومد اینه که چرا طلا، چرا نقره‌ای نه، چرا برنزی نه. اگه شما داخل یه مسابقه باشین، دوست دارین رتبه اول شین و مدال طلا رو ببرین، یا رتبه دوم شین و مدال نقره رو ببرین، یا رتبه سوم شین و کیره خر ببرین. ببین انتخابش با خودتونه. قطعا کسی نمیخواد رتبه سوم بشه اگه اینکه فیتیش خر داشته باشه. خب حالا از این بگذریم. من کلا آدمی نیستم که به خاطر پول از رتبه اول بودنم بگذرم. داخل کانال قراره که ویدیوهای فان و خنده‌دار بذاریم و کلی با هم دیگه بخندیم و هر کار دیگه‌ای بکنیم. و اگه ایده‌ای هم دارید حتما بگین. کلی بازی خنده‌دار هم قراره بریم و کلی با هم دیگه بخندیم. اگه دوست دارین جزو انجمن شنبول طلا باشین، لایک و سابسکرایب فراموش نشه. به محض اینکه دکتر سابسکرایب بزنین اون زیر نگاه کنین شنبولتون طلایی شد. کشیدی منو عشقی کردی، حالم خوب بود منو عصبی کردی، حرفاتو من داره اثر من